شهروند ازبکستان در گذرگاه جرتیپه هنگام عبور مرز ازبکستان با تاجیکستان با مبلغ بزرگ اسعار خارجی دستگیر شده است. گذرگاه جرتیپه در مرز نویه ارگوت ولایت سمرقند با جماعت سرزم شهر پنجکند جایگیر شده است. پایگاه خبری ازبکی در کجی با تکیه بر ریاست باجخانه ولایت سمرقند خبر داد که هنگام گذشتن از رو سبز معلوم شد که ساکن ازبکستان میخواست 18600 دلار امریکا را به طور غیر قانونی از ازبکستان به تاجیکستان گذراند. در حال حاضر این قضیه کوشش قاچاق مبلغ بزرگ اسعار خارجی از ازبکستان به تاجیکستان در دست بررسی مقامات باجخانه ولایت سمرقند قرار دارد. گذرگاه جرتیپه سرزم در دوران رهبری پرزیدنت خودخواه و خودکامه ازبکستان اسلام کریموف در طول سالهای زیاد بسته بود. بعد مرگ کریموف و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف روابط تاشکند و دوشنبه رو به گرمی آورد و از جمله همه گذرگاه‌های بسته شده در مرز دو کشور از نو باز کرده شدند. گذرگاه جرتیپه سرزم نیز سال 2018 از نو درهای خود را باز کرد.